امروزها در تمام شهر و نواحی ولایت کمیسیه دعوتی کار خود را آغاز نموده هزارها جوانان غیور و دلیر با درک و حس بلند وطن دوستی مسئولیت و مقدس شماریدن خاک پاک وطن به کمیسریت حربی مکان زیست حاضر می شوند و آمادگی خود را برای دفاع این سرزمین اجدادی بیان می دارند. حفظ وطن، دستاوردهای استقلالیت و صلح و آسایش وظیفه مقدس هر فرد وطنخواه و خویشتنشناس به حساب رفته امروزها در صف ارتش ملی جوانان شجاع و دلیر و زادگان دوران صاحب استقلالی مملکت خدمت خویش را صافدلانه پیش میبرند. در قسم حربی 051 056 گوارد ملی جمهوری تاجیکستان برای پیشبرد خدمت نظامی تمام شرایط مطابق با آیین‌نامه خدمت فراهم گردیده رادمردان وطن پهلوی همدیگر از این قبلگاه که نامش وطن است دفاع میکنند. جزو تامهای گوارد ملی کشور قطار دیگر نهادهای دولتداری و ساختار و مقامات نظامی یکی از بهترین ثمره‌های استقلالیت بوده جزئی مهم قوه‌های مسلح کشور به حساب می‌رود. محض با تلاش و دستگیری‌های پیوسته سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارتش ملی به یکی از واحدهای پر اقتدار نظامی تبدیل یافته با تمام شرایط و نوترین یراق و اسلحه‌های جنگی مجهز میباشد. نسل جوان در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت نموده مهمترین مکتب آب و تاب حیات را پس سر میکنند. من طول 1 سال و 6 ماه میشود که در این قسم حربی در صف قوه‌های مسلح خدمت خود را ادامه میدهم. در دوام خدمت به ما همه شرایط‌ها را مهیا نمودند. از طرف پوشاک، خوراک و در روزهای استراحت باشد برنامه‌های شوق‌آور برای ما تشکیل میکنند. من در این دوام 1 سال و 6 ماه خدمتم که شد من امروز افتخار میکنم که صداقتمندانه و صادقانه در وطن خود خدمت میکنم. من سرباز قطاری قربانوف عبدالله طالبویش بعد ختم مکتب میانه با خدمت حربی داخل شده. خدمت به وطن شرف است. بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور و حل همه مسائل امنیتی فعالیت و برد و باخت ساختارهای نظامی مملکت تحت توجه و نظارت دائمی سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت امامعلی رحمان قرار دارد. محض رعایت آیین‌نامه خدمت حربی تامین ارتش ملی با متخصصان به طلبات زمان معاصر جوابگو امروزها قوه‌های مسلح مملکت را به مرحله نوی رشد و تکامل برآورده است. همه ساله به صف ارتش ملی جوانان جسور و دلیر شامل گردیده قرض مقدس شهروندی خود را به جا می آورند. من با خواهش خودم خدمت آمدم و خدمت قرض مادر را فدایانه اجرا می نمایم. مرا دوستای خودم خدمت کردگی مرا تصفیه دادند که به خدمت حربی را من خودم خدمت آمدم دیدم خدمت ساز خوب. من امروز خرسند هستم که لباس نظامی به تن دارم و خدمت را پیش بردم. این رادمردان وطن از تمام گوشه و کنار کشور سرجم آمده پهلوی همدیگر قرض مقدس خود را به جا می‌آورند. در رفت خدمت حربی همه روزه از طرف افسران مشغولیت‌های گوناگون نظریه و عملی گزارانیده شده سربازان روحاً و جسماً آب و تاب یافته در حفظ دولت و منفعت‌های ملت آمادگی خویش را بیان می‌دارند. ارتش ملی حالا به مکتب آماده‌سازی کادرهای به خلق و ملت صادق و وفادار تبدیل یافته خدمت در صف آن مایه افتخار جوان وطن دوست و وطن پرور می باشد. شجاعت و مردانگی سربازان تاجیک ادامه کارنمایی و فداکاری هزاران رادمردان سرزمین اجدادی ما می باشد که خدمت کردن و مرز و بوم را رسالت مردانه و میهن دوستانه و خدمت به پدر و مادر می دانستند.